به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی و زنان شروع میکنیم. زن کامل، نویسنده مارابل مورگان، ترجمه پریسا علیمیا. این کتاب در سال 1385 به چاپ ششمش رسیده و توسط انتشارات خجسته در تهران چاپ شده. موضوع این کتاب زناشویی، زنان به عنوان همسر، راه و رسم زندگی، زنان و روانشناسی هستش. این کتاب شامل چند بخش، پیشگفتار و مقدمه. من از فصل اول شروع میکنم به خواندن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. فصل 1. زن منظم و کاردان. دیباچه. من با دیدگاهی بسیار عالی که کاملا طبیعی هم بود میاندیشیدم ازدواج من و چارلز مورگان باید بهترین و موفق‌ترین ازدواج دنیا باشد. هر دوی ما تصمیم داشتیم که بهترین های خود را به یکدیگر عرضه کنیم. ما از مشکلات زندگی زناشویی هیچ آگاهی نداشتیم، زیرا ما زندگی را از دیدگاه رویا و افسانه می‌دیدیم. ازدواج یعنی پرده های چیندار پنجره آشپزخانه، خوردن توت فرنگی همراه با صبحانه و عشق ورزیدن در همه اوقات. رابطه چارلی و من بسیار عالی بود، به طوری که همه چیز امیدوار کننده به نظر می رسید. جوش و خروش های او را درک می کردم، زیرا هر دوی ما در یک راه گام برمی داشتیم. در طول ماه‌های نامزدیمان او در آپارتمان من به مطالعه کتاب‌های درسی رشته تحصیلیش یعنی حقوق سرگرم بود و هرگاه که فرصتی می‌یافت برای من از رویاها و نگرانی‌هایش حرف می‌زد و آرزوهایی را که در طول عمرش در دل پرورانده بود بازگو می‌کرد. از هدفش در زندگی برایم سخن می‌گفت. او بعضی از دعاوی حقوقی را که در آن روز مطالعه کرده بود برای من شرح می‌داد و با شور و هیجان از شبه جرم عملی که می‌تواند موضوع یک دعوی مدنی باشد، قراردادها و صلاحیت قضایی دادگاه‌ها سخن می‌گفت. اما من بیشتر مطالبی را که او می‌گفت نمی‌فهمیدم، ولی روی هر کلمه آن دقت می‌کردم چون دوستش داشتم. چقدر خوشبخت بودم که مردی اینچنین حرافی نصیبم شده است، زیرا شنیده بودم که بعضی از شوهرها هرگز با همسرشان حرف نمی‌زنند. پیش خود فکر می‌کردم که حرف‌هایش پایان ناپذیر است. شبی که می‌خواست از من درخواست ازدواج کند، پیش از فرارسیدن آن لحظه دلانگیز به قدری حرف زد که نزدیک بود گوش‌هایم کر شود. شب تولد من بود و آن شب را با یک شام خوشمزه در سواحل میامی جشن گرفتیم. موقعی که سرگرم خوردن شام بودم، چارلی مرتب حرف می‌زد. سپس در کنار ساحل قدم زدیم و به اقیانوس زیبا نگریستیم. چه شب زیبایی! نور ماه بر موج‌های آرام می‌تابید. ستارگان در آسمان بر فراز دریا می‌درخشیدند و من هوس می‌کردم که یکی از ستارگان را بگیرم. ما در داخل اتومبیل نشستیم و به موج‌های آرام دریا خیره شدیم. چارلی مقدار زیادی هدیه جشن تولد برایم آورده بود. هدیه‌های قشنگی بودند. البته چارلی هم دوست داشتنی بود، ولی اصلاً رویایی نبود. فقط به نظر می‌رسید که دوست دارد مدام حرف بزند و این کار با توجه به حال و هوای آن شب یک چیز غیرعادی بود. اما من با لذت و خوشنودی در گرمای بازوان او فرو رفته و به سخنانش گوش می‌دادم. ولی بسیار خواب‌آلود بودم. معده پر و حرکت موزون موج‌ها مرا به خواب می‌برد. نمی‌دانم چه مدتی را خوابیدم، اما ناگهان صدای چارلی که می‌گفت و این همان چیزی است که من در یک زن جستجو می‌کنم مرا از خواب بیدار کرد. محبوب من با ذهن تحلیلگرش سرگرم برشمردن صفاتی بود که
در یک زن جستجو میکرد. او از یک زن چه میخواست؟ من حرفهایش را نشنیده بودم. آیا این حرفها یک پیشنهاد ازدواج بود؟ با وجود این، هنگامی که با شور و اشتیاق مرا در میان بازوانش فشرد پرسید: آیا تو همان محبوب من هستی؟ خماری خواب از چشمم پرید و به سرعت به او پاسخ مثبت دادم. دوباره دستش را به داخل بسته هدیه‌ها برد، اما این بار برای یافتن یک جعبه جواهر مخملی رنگ. او یک انگشتر الماس بسیار زیبا را بیرون آورد و کف دست من گذاشت. او از من خواست که برای همیشه به وی تعلق داشته باشم. چه لحظه دلپذیری بود. تنها یک اندیشه آزاردهنده این شادمانی را زایل می‌کرد و آن شب خواب را از چشم من ربود. تمام صفاتی که او در یک زن جستجو می‌کرد و آن را بر زبان آورده بود چه بودند؟ نمی‌خواستم بپذیرم که خوابم برده و حرفهایش را نشنیدم. اگر در آن لحظات بیدار مانده بودم می‌توانستم خودم و چارلی را از گذران سالهای پر از گرفتاری و غم و غصه نجات دهم. با تو هستم. مرا به یاد می‌آوری؟ ما در تعطیلات 2 هفته بین 2 ترم تحصیلی ازدواج کردیم و ماه عسلمان را در ایالت فلوریدا گذراندیم. روزها آفتابی بود و شبها پر از ستاره. در آن موقع واقعا ازدواج به معنای خوردن توت فرنگی همراه با صبحانه و عشق ورزیدن در تمام اوقات بود. بعد از لذت‌ها و شادکامی‌های فلوریدا ما به یک آپارتمان 3 اتاقه نقل مکان کردیم. مسئولیت‌های محدود من باعث می‌شد که اوقات بیکاری بسیاری داشته باشم. من پیراهن‌های چارلی را مرتب می‌کردم و دقت زیادی جهت درست کردن غذاهای خوشمزه برای او داشتم. با وجود این، با سپری شدن ماها زندگی ما دشوارتر می‌شد. ما به تدریج تغییر می‌کردیم. از اینکه می‌دیدم چارلی دیگر حرف نمی‌زند خیلی حیرت کرده بودم. او یک آدم گوشه‌گیر شده بود که غرق در افکارش بود. به جای گفتگوی صمیمانه یک زن و شوهر اصلا با هم حرف نمی‌زدیم. در پاسخ به پرسش‌هایم درباره کارش و حوادثی که در آن روز بر او گذشته بود جملات نامفهوم و قرولند مانندی بر زبان می‌آورد. یک بار من چانه او را گرفتم و به او گفتم: با تو هستم. مرا به یاد می‌آوری؟ نگاه کن، من دارم با تو صحبت می‌کنم. یک شب بعد از مدتی تفکر با خودم به این نتیجه رسیدم که چارلی اصلاً آدم کم حرفی است و قبل از ازدواج به خودش فشار می‌آورده که حرف بزند تا نظر مرا نسبت به خودش جلب کند. بنابراین متوجه شدم که اگر قرار باشد گفتگوهای ارزشمندی داشته باشم باید با دوستان خودم حرف بزنم. تا این زمان چارلی و من با ادب و نزاکت با یکدیگر حرف می‌زدیم. مثلا میگفتیم: خواهش میکنم نمکدان را به من بده و زندگی ما طوری میگذشت که همه چیز خوب به نظر برسد. ولی حالا نه، همیشه در این فکر بودم که میتوانم با همه آدم‌ها یک گفتگوی لذت بخشی داشته باشم به جز با شوهرم. آیا تا به حال برای شما پیش آمده که در یک رستوران شلوغ در کنار شوهرتان بنشینید و از خودتان بپرسید چه حرفی را برای گفتن به این مرد که با او زندگی می کنم و یک دل هستم دارم؟ این پرسش مرا گیج می کرد. یک شب هنگام صرف شام در حالی که همه مشتاقانه با هم صحبت می کردند من حتی نتوانستم یک کلمه حرف منطقی با کسی که دوستش دارم بزنم. واقعا عجیب است. هر بعد از ظهر وقتی که چارلی بعد از پایان کارش به طرف در ورودی می آمد یک ابر سیاه از اضطراب و فشار بر روی من سایه می افکند و این تقریبا محسوس بود. ورود او به خانه می بایست نقطه اوج یک روز من باشد. من تمام روز را در انتظار بودم تا او از راه برسد و محبت و توجهم را به وی ارزانی دارم. ولی این ابر بحرانی فضای خانه ما را پر می کرد. ما به خاطر دلایل شناخته نشده‌ای در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودیم. بین ما یک دیوار کشیده شده بود. با گذشت زمان همه چیز بدتر می شد.
این دیوارها را نمیشد فرو ریخت. من نمیدانستم که چه چیزی باعث به وجود آمدن این دیوارها شده بود. واقعا نمیدانستم که چه کار باید بکنم تا این موانع گورشان را گم کنند و بروند. بعضی وقتها این موانع روزها یا هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه می‌یافتند. من خیلی ناراحت بودم و نیاز به کمک داشتم. دلم نمی‌خواست که بین ما مانعی به وجود بیاید، به ویژه این موانع بدون نام و نامحسوس که نمی‌توانستم آنها را توصیف کنم و یا با آنها بستیزم. با خود فکر می‌کردم من باید یاد بگیرم که سازگار باشم. هزاران نفر قبل از من این کار را کردند. من سعی کردم که خودم را با شرایط موجود وفق بدهم. چندین سال گذشت. دختر کوچولوی ما لورا به دنیا آمد و من زندگی و اوقاتم را به او ارزانی می‌داشتم. ولی باز هم به گسستگی روابطم با چارلی می‌اندیشیدم و پی بردم که دوران روابط محبت‌آمیز و عاشقانه ما به آرامی سپری شده است. البته ما لحظات خوبی هم داشتیم، اما اندک بود. آرزوی لحظات شیرین گذشته را می‌کردم. پرنده اندیشه‌ام به دوره نامزدی‌مان برمیگشت. در آن روزها چارلی مرا بسیار دوست می‌داشت و نوازش می‌کرد. پس آن دلداده مشتاق من کجا رفته بود؟ بعد از گذشت زمان کوتاهی از ازدواجمان دیگر حسرت این را داشتم که من و چارلی در مقابل تلویزیون بنشینیم و او مرا نوازش کند. دلم می‌خواست که با نوازش‌هایش قلب مرا یک بار دیگر لبریز از احساس کند. در تمام مقالات پیرامون ازدواج که مطالعه کرده بودم توضیح داده شده بود که چگونه بعد از ازدواج همه چیز دگرگون می شود. همانطور که به شوهرم نگاه می کردم و می دیدم که هر شب در میان صندلی‌اش در مقابل تلویزیون فرو می رود، با خود می اندیشیدم این عشق پا بر جای ماست. اصلا دوستش نداشتم. بد اخلاق و راستگو. لورا 4 ساله بود که به مدرسه آمادگی انجمن کتاب مقدس می‌رفت. هر روز که از مدرسه به خانه برمیگشت این ترانه دلپذیر را می‌خواند. من عادل، ظریف، راستگو و بی‌ریا هستم و همواره خوشبختم. بعد از ظهر یکی از روزها چارلی که دست کم 9 بار این ترانه را شنیده بود نگاه پرمعنایی به من کرد و خنده کنان گفت: حالا من همین آهنگ را برای تو می‌خوانم. تو عادل، ظریف، راستگو و بی‌ریا هستی ولی همیشه بد اخلاقی. سپس به شدت خندید به طوری که پهلوهایش درد گرفت و دستهایش را روی آنها گذاشت. اما من از پا درآمدم. با خود می‌اندیشیدم آیا سر به سر من می‌گذارد یا اینکه من واقعاً همیشه بد اخلاق هستم؟ با وجود غلیان‌های عاطفی که گهگاه پیش می‌آمد دوست داشتم چنین بیندیشم که آدم بسیار خونسرد و هوشیاری هستم. خود را همچون یک همسر و مادر دوست داشتنی به شمار می‌آوردم که به خوبی به رویارویی موقعیت‌های دشوار می‌رود و هرگز صدایش را بلند نمی‌کند. درست است که من فاقد تصویر درستی از خود بودم ولی هنوز آمادگی پذیرش کج‌خیالی شوهرم را نداشتم. روز بعد من تمام خانه را تمیز کردم چون قرار بود که چند نفر از دوستان شمالی ایالات شمالی به خانه ما بیایند. بعد از تمام شدن کارها میز ناهارخوری را چند بار پلیش زدم و خیلی قشنگ آن را برق انداختم. موقعی که چارلی درست چند دقیقه قبل از مهمانها به خانه رسید کیف دستی سامسونت خود را که پر از کتاب، کلید، پول خرد و سایر خرت و پرت‌ها بود خالی کرد. خودتان حدس بزنید کجا؟ روی میز ناهارخوری پلیش شده و براق. باید اعتراف کنم که واکنش من در برابر این کار او کمی افراط‌آمیز بود. هنگامی که ابر قارچی شکل کدورت گسترده شد چارلی نگاه سردی به من انداخت و با لحن نفرت انگیزی گفت: خدای من، تو مطمئن هستی که بد اخلاق نشده ای؟ اینطور نیست؟ من همانجا ایستادم در حالی که تمام وجودم در اثر این حرف او آزرده و حیرت زده شده بود. از خود پرسیدم آیا حق ندارم که واکنش شدیدی نشان بدهم؟ آیا من به راحتی از کوره در می‌روم؟ چرا من اینقدر بد اخلاق هستم؟
چه بر سر من یا بر سر ما می آید. من اغلب عصبانی و بدخلق بودم. شاید بهتر باشد که آن را با واژه بدخلقی توصیف کنم. موقعی که دچار این حالت می شدم، زندگی به کامم تلخ می شد. حتی از مصاحبت با دوستانم هم لذت نمی بردم. پس چگونه توقع داشتم که افراد خانواده‌ام مرا تحمل کنند؟ من باید بیشتر سعی می کردم. روز بعد یک شام بسیار خوشمزه تهیه کرده و تصمیم گرفتم که همسر خوب و دلچسبی باشم، در حالی که از درون خرد شده بودم. بعد از اینکه سیب زمینی‌های پخته شده خورده شد، چارلی به طور غیرمنتظره گفت که قرار است فردا عصر با چند نفر از همکاران اداره‌اش به گردش برویم. بیان که قصد بدی داشته باشم، بی اختیار گفتم اوه نه، ما نمیتوانیم، و بعد سعی کردم به او بگویم که چه نقشه‌ای برای فردا کشیدم. در همان لحظه نگاه وحشتناک و سردی از چشمان او گذشت. من خودم را کنترل کردم. او با یک لحن سرد و آشکارا کنترل شده گفت چرا با هر تصمیمی که میگیرم مخالفت میکنی؟ من تکرار کردم با تو مخالفت میکنم؟ من با تو مخالفت نمیکنم. او گفت من در تمام روز با مردم بحث میکنم و نمیخواهم هر شب وقتی به خانه میآیم با تو جنگ و دعوا داشته باشم. در کمال خونسردی گفتم جنگ؟ ما با هم نمی جنگیم. او گفت از حالا به بعد هر تصمیمی که برای رفتن به جایی میگیرم آن را به تو میگویم و 20 دقیقه به تو فرصت میدهم و تو 20 دقیقه وقت داری که آماده بشوی و ما این کار را خواهیم کرد بدون اینکه بحثی داشته باشیم. خب شام خوب من خراب شد. من به طبقه بالا رفتم و گریه کردم. احساس کردم دنیای کوچکم خراب شده است. چه چیزی بر سر من آمده بود که از این پس فقط باید 20 دقیقه مهلت داشته باشم تا برای هر کاری آماده شوم؟ زندگیم برای خودم هم مانند یک راز شده بود. لحن قاطع چارلی نیز مرا ترساند. میدانستم که جدی حرف میزند. وقتی که او برای دلداری من به طبقه بالا نیامد، گریه‌ام را قطع کردم و درباره ازدواجمان و اینکه دقیقاً چه اتفاقی در زندگی ما افتاده است فکر کردم. ما عاشق یکدیگر بودیم و شاید بهترین روابط را در مقایسه با زوجهای دیگری که میشناختم داشتیم. با اینکه به عنوان یک زن و شوهر وجودمان به یکدیگر متصل شده بود، اما هیچ همفکری و همسویی با هم نداشتیم. من میدانستم که این اختلافات کوچک به زودی باعث طلاق و جدایی نمی شود، ولی این را هم میدانستم که ما دیگر با خوشبختی زندگی نمی کنیم. آن شب در اتاق خوابم به موقعیت زندگیم اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که زندگی ما خیلی خوب پیش نمی رود. زندگی ما پیشرفتی به جلو نداشت. باید اقدام کارسازی صورت می گرفت. ضرب المثل سالی که نکوس از بهارش پیداست برای من به صورت یک حقیقت آشکار در آمده بود. از حالا تا 10 سال دیگر ما باید از همدیگر متنفر باشیم. بی‌تفاوت بودن در تمام زندگی هرگز برای من جالب نبود. دست کم در دوران ازدواج. من خواستار یک ازدواج سطحی نبودم. من بهترین را می‌خواستم. آن شب تصمیم گرفتم که مسیری را که در آن گام برمی داشتم تغییر بدهم. چارلی شادی آفرین. تغییر روحیه من با پیگیری معلومات و دانش‌های زناشویی آغاز شد. من تا آنجا که توانستم تمام کتاب‌هایی را که در مورد زندگی زناشویی نوشته شده بود پیدا و خریداری کردم. شبها تا لحظه‌ای که چشمانم از فرط خستگی بسته می‌شد کتاب می‌خواندم. در صدد برآمدم تا دوره‌های مطالعاتی را شخصاً بگذرانم. کتاب‌هایی را پیرامون روانشناسی مطالعه کردم. به مطالعه یک کتاب مقدسی پرداختم. سعی می‌کردم که اصول مهم را در زندگیم پیاده کنم. وقتی یاد گرفتم که چگونه با این اصول زندگی کنم، رفتار و حالات من روز به روز عوض می‌شد و بلافاصله چارلی هم به همان اندازه تغییر می‌کرد. او همچون گذشته با من سخن می‌گفت و بعضی وقتها دوباره خیلی تند و سریع حرف می‌زد. من احساس می‌کردم که دوره نامزدیمان تکرار شده است. زندگی ما دلپذیر شده بود. موانع از بین رفته بودند. او بار دیگر رویاها و فعالیت‌هایش را برای من شرح می‌داد. یک شب روی تخت نشستیم و ساعت‌های طولانی با یکدیگر درباره احساسات عمیقمان صحبت کردیم. من به سختی باور می‌کردم که این ارتباط درونی ما
دوباره برقرار شده است. متوجه شدم که ما دوباره به یکدیگر لبخند میزنیم و این درک قلب مرا به درد آورد. ما از یکدیگر خیلی دور شده و به یکدیگر لبخند نزده بودیم. در طول یک وقت خوش خانوادگی بر سر یک رویداد کوچک من با خود فکر کردم اوه مدت زیادی بود که ما در کنار یکدیگر خوشحال نبودیم. چارلی به جای اینکه هر روز مقابل تلویزیون در صندلی فرو برود در کنار من روی مبل می‌نشست. او مرا نوازش می‌کرد. احساس می‌کردیم که دوباره جوان شده ایم و همچون زوج‌های پیر و از کار افتاده نیستیم. من می‌توانم به شما بگویم که یادآوری آن لحظات مرا تا چه اندازه از هیجان به لرزه در می‌آورد. با شکل‌گیری دوباره ارتباط میان ما، ماجرای عشق و محبت ما چندان دور نبود. من بالاخره فهمیده بودم که شوهرم در هنگام دوری از من به اندازه من انتظار این لحظات شیرین را می‌کشید. یک شب بعد از ساعات زیادی که خواب بودیم، او مرا از خواب بیدار کرد و با لحن بسیار محبت‌آمیزی گفت: عزیزم، من فقط می‌خواستم به تو بگویم که خیلی دوستت دارم. سپس به دنده راست چرخید و به خواب فرو رفت. حال ممکن است که شوهر شما هم یک دفعه شما را از خواب بیدار کند و به شما بگوید که عاشق شماست، ولی در 6 سال اول ازدواج ما هرگز یک چنین چیزی اتفاق نیفتاد. من بعد از شنیدن حرف او تا مدت زیادی بیدار بودم. آن لحظه برایم خوب روشن است. با خود فکر کردم آیا اجرای آن اصول باعث این تغییر رفتار شوهرم شده است؟ صبح روز بعد سر میز صبحانه چارلی به 2 دختر کوچکمان گفت هر کس که عاشق مامی دستهایش را به هم بزند و هر سه آنها با هم این کار را کردند. این حرکت شوهرم که ناشی از متانت و درست اندیشی او بود وجودم را لبریز از شادی کرد. همسرم یک شادی آفرین بود. او برای من خیلی زیاد بود. هفته بعد ما در فینال تنیس شرکت کردیم. مسابقه با هیجانی بود، اما در گرماگرم مسابقه او در حالی که به هیجان آمده بود مرتب به من اظهار محبت و دوستی میکرد. او آنچنان خالصانه این کار را انجام میداد که من از رفتارش تعجب کردم، چون تا آن روز هرگز چون این کاری نکرده بود، به خصوص در حضور دیگران. بالاخره یکی از دوستانمان که متوجه موضوع شده بود از سر کنجکاوی پرسید: شما 2 نفر چطور شده؟ آیا حادثه جدیدی در زندگیتان رخ داده است؟ من دلم میخواست که بالا و پایین بپرم و فریاد بزنم: بله، بگذارید بگویم که چطور این اتفاق افتاده است. تغییر زندگی من به طرز آشکاری باعث تغییر در زندگی چارلی شد. هر شب که به خانه می آمد برای من هدیه‌ای می آورد. بیش از این هرگز این کار را نمی کرد. این کار چارلی واقعا کاری بود که هیچ وقت انجام نداده بود. البته من درباره آن بد فکر نمی کردم و از این موضوع ناراحت نبودم. او خیلی مقتصد بود و ما هر دو این اصل را قبول کرده بودیم که صرفه‌جو باشیم. حتی دوستانش نیز او را دست می انداختند که قبل از خرید هر چیز 3 بار سوال می کند: آیا به این نیاز داریم؟ آیا می توانیم از آن چشم پوشی کنیم؟ آیا می توانیم بدون آن زندگی کنیم؟ یک روز بعد از ظهر چارلی به من تلفن کرد و از من سوال کرد که آیا ساعت 3 خانه هستم یا نه. من نمی توانستم تصور کنم که چه چیزی پیش خواهد آمد. وقتی که دیدم یک یخچال فریزر به خانه ما آوردن واقعا حیرت زده شدم، چون سالها به خاطر یک یخچال فریزر نو غر زدم و او همیشه از خرید آن امتناع می‌کرد. یخچال ما کهنه شده بود و من همیشه آرزو می‌کردم که یک یخچال نو داشته باشم. شوهر من همیشه میگفت چرا باید یکی دیگر بخرم؟ و حالا بدون هیچ قرولاندی او چیزی را که سالها منتظرش بودم برایم خرید. در آن مدتی که من یک زن قرقرو شده بودم مدام از چارلی میخواستم که به من اجازه بدهد تا دکور اتاق نشیمن را عوض کنم. برآورده شدن این خواسته من 3 سال طول کشید، زیرا او نمیخواست. دکور اتاق برای من مسئله مهمی شده بود و روح مرا آزار میداد. من بعضی وقتها سعی میکردم که به آن اتاق نروم و از آن بیزار شده بودم. بالاخره یک روز به قدری غر زدم و اصرار کردم که چارلی فریاد زد: ببین، من عاشق اتاق نشیمن هستم، دقیقا همان طوری که هست. ما آن را عوض نمی کنیم
و من نمیخواهم دیگر حتی یک کلمه درباره آن بشنوم. هیچ وقت. آن شب من خیلی ناراحت شدم و فهمیدم که دوباره او را در تنگنا قرار دادم. اینک پرونده این موضوع بسته شده است. پس از گذشت چند ماه از تصمیم من برای تغییر دکور اتاق نشیمن، یک روز صبح چارلی ناگهان هنگام صرف صبحانه گفت: عزیزم، من داشتم فکر می‌کردم که تو می‌توانی هر کاری که دلت بخواهد برای اتاق نشیمن بکنی. حتی اگر بخواهید دکور اتاق را عوض کنی و همینطور می‌توانی اتاق ناهارخوری و پذیرایی را هم آنطور که دوست داری تغییر دهید. خب من هم همان موقع از فشار دادن میوه روی آب میوه‌گیری دست برداشتم و شروع به نوازش کردن او کردم. این محبت گرم و تازه به ما یک زندگی شیرین و تازه بخشید. نتایج اجرای برخی اصول مهم در زندگی زناشویی من مانند انقلابی بود که من باید آنها را در 4 درس رشته زن کامل بگذارم و حالا این درس‌ها را در این کتاب گنجانیدم. در واقع بسیاری از مثال‌های استفاده شده در این کتاب مثال‌های واقعی هستند که در کلاس‌های زن کامل بیان شده است. به عنوان نمونه، یکی از دوستانم که اخیراً به کلاس من روی آورده است میگفت که او و شوهرش تصمیم گرفتند که از یکدیگر جدا شوند و چندین ماه است که حتی یک کلمه هم با هم صحبت نکردند. یک روز صبح او با شوهرش در آشپزخانه مشغول بگو مگو بود و دختر 5 ساله‌اش که به داد و بیداد آنها گوش میداد به آنها گفت: وقتی که من بزرگ شدم هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. من نمیخواهم که مثل پدر و مادرم بشوم. مادر یکی خورد و فهمید الگوی بدی برای دختر کوچکش شده است. در پایان اولین جلسه کلاس آن مادر به درستی نمیدانست که چگونه میتواند تکالیف کلاسش را انجام دهد، ولی او مصمم به اجرای آنها بود. در هفته دومی که او به کلاس آمد چهرهش از فرط شادمانی می‌درخشید. او گزارش داد: آن چیزی که من در این هفته دیدم باور نکردنی است. هر وقت که من شروع به حرف زدن می‌کردم شوهرم با من صحبت نمی‌کرد، ولی من تمام تکالیف کلاسم را انجام دادم. او هیچ وقت برای من هدیه نمی‌آورد، ولی هفته گذشته او 2 لباس خواب، 2 بوته گل رز و 1 در قوطی بازکن برایم هدیه آورد. بعضی از دوستانم از من میپرسند که چرا میخواهم همه این مطالب را بازگو کنم. من متوجه هستم که بخش بزرگی از این ماجرا همچون مطالبی است که توسط یک مجله خوش آب و رنگ منتشر می شود و از جهتی نیز همانطور است. منتها دلیلی که میتوانم بیان کنم این است که زندگی من در مسیر بهتری تغییر کرده است. حال چنان که زن دیگری میتواند از خطاهای من آگاه شده و مرتکب آن اشتباهات نشود، پس چرا این تجربیات را به او منتقل نکنم؟ این کتاب با این هدف تالیف نشده است که مرجع نهایی درباره ازدواج باشد، بلکه کاملا به دور از این هدف است. من وانمود نمی‌کنم که پاسخ قطعی و حاضر و آماده‌ای برای هر مشکل زندگی زناشویی دارم. با وجود این کاملا معتقدم که برای هر زن شوهردار عملی و ممکن است که در طول چند هفته بتواند محبت شوهرش را به سوی خود جلب کند. آن زن میتواند عشق میان زن و شوهر را در زندگی زناشویی زنده کند. از نو با شوهرش ارتباط روحی برقرار سازد، موانع را در هم بشکند و شور و شوق را به زندگی زناشویی خود بازگرداند. انجام این کار واقعاً به یک زن بستگی دارد. یک زن این قدرت را دارد. اگر شما با خواندن و اجرای اصول این کتاب بتوانید یک زن کامل شوید و شوهر شما بیش از پیش شما را دوست بدارد، تلاش و کوشش من در نگارش این کتاب پاداش خود را دریافت خواهد کرد. متاسفانه وقتی که به من اجازه نمیده که بیش از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم، بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو بگیرید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.